نزد پیغمبر خدا آمدن گفتن ای پیغمبر فلانی بیمار است، اگر وی را ما طبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یگان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتن هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همون هم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگوید نه جنبد هیچ جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتواند، هیچ کس یک عمل خیر و شر را کرده نمیتواند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نه جنبد هیچ جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل ز پیش خود گدا شد. حضرت مولوی را نظر کنید، میگوید این شاهایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرینک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. خوشخبر برای همه شما. اویاکش جمشید برای شما امکانیتی کلان میدهد. کجایی که سفر کردنی هستین شما میتوانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط های ارزان را خریداری نمایید و اینچنین از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن عمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن لسان لا يذكر ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع. خدای مهربان، به سوی تو دست برداشتیم با امید آنی که برای ما بندگانت علم را نصیب بگردان که برای آبادی این جامعه و آبادی دین اسلام باشد. و خدایا به سوی تو دستی به دعا برداشتیم تا که زبانهای ما را یاد کننده بگردان و دلهای ما را ترساننده به سوی خودت بگردان. و خدای مهربان از جمیع آن دردهایی که در وجود ماست خدایا آن دردها را از ما دور بگردان. و خدایا آن علمی که فقط برای سوء استفاده باشد، فقط برای مکاری باشد، خدایا از این گونه علم به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا که از زبانی که یاد تو را نمی کند، دلی که ترس تو را ندارد، به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا گذشتگان این قوم جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این قوم جمع ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهای این جمعیت ما را خدایا صحت و سلامت نگه بدار.
و خدای مهربان این تاجیکستان را آباد و زیبا بگردان و در بین همه دولت‌های دیگر نفوذ این دولت ما را بلندتر بگردان و سرور این دولت را رئیس جمهور خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و بخت و سعادت نصیب و روزش بگردان. آمین یا رب العالمین. چندین برادرها برای این تعمیری که الحال ما داریم، این بینای نوی که برای ما و شما یک پناهگاه از برف و باران می شود، بسیاری از برادران در این هفته به ما دست درازی کردند که انشاءالله در آخر جمعه هم در حق ایشان دعا میکنیم و بعض برادرانی که از دوشنبه برای ما یاردم روان کردند که چندین بارها در حق ایشان دعا کردیم، مثل برادر حاج عارف و مثل برادرمان علی شیر، و گفتند که در حق ما دعا کنید که آنها بیمار هستند. خدای مهربان در این روز سید و این دو جوانی نیکوکار نیکخواه دست دراز، خدایا تنی صحت نصیبشان بگردان و خداوند از جمیع گزندها در حفظ امان خودت نگه بدار. خودشان و فرزندهایشان را خداوند اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. میگذاریم به سوال و جوابهایی که هست، بعدا انشاءالله باز در حق ایشان دعا میکنیم. اینجا یک برادرمان در ما یک سوال تعجیلی دادن و گفتن السلام علیکم بابای حاجی میرزا، ما از راه دور مسافر شده، یعنی از دوشنبه برای صحبت شما آمدیم، لیکن در وقت انتظاری نماز یک موی سفیدی برادر مرا از جا به جا نمود و میگوید که این جای من هست، وقتی که تو مسجد ساختی ما نمی آییم. این درست است یا نه؟ در اصل کدام وقتی که همون موی سفید اگر مسجد ساخت، بعداً یک فرزند خودش را یا یک نبیره خودش را از اونجا بیجا کند، اون حالت هم حق ندارد. مسجد برای همه هست، مسجد جای خاصه ندارد. حتی رسول اکرم در حدیث های مبارک گفتند لا تعزمونی فی بیت ربی، ای اهل اصحاب در داخل مسجد نزد من نخیزین، در داخل مسجد مرا احترام نکنید. وقتی حبیب خدا که این چنین گفته باشد، پس کی حق دارد که یک برادر از جای خودش میخیزاند این جای من است؟ مسجد جای ندارد. برای جایهای نمایان و صفهایی که پرثواب است، اینجا جوانهایی هستند که من میایم ساعت 8 من این مسجد میایم، در 8 نشستگی هستند. از این خاطر از تمام شما خواهش میکنم که وقتی آمدین هر جایی که یافتین همونجا نشینین، یک کس را از جایش بیجا نکنین. اگر میلش همان فرزند شما را احترام کرد و از جاش خیست گوید بابا جان نزد من نشین، اینجا مرحمت، این یک اخلاق حمیده همون جوان است، یک آداب همون جوان است. در حقش دعا کنین و در جایش نشینین. لیکن وای از جاش خیزانده و جای من است، این در شما حقوق نداره، هیچ کدام شما، کسی که نباشد. این خطی که از ناحیه کلخازآباد آمده بود جمعه پیشین، که عبارت از 4 یا 5 سوال بود، ما به این جواب گردانیدیم، مگر یک مسئله را نزد ما گذاشتن که جواب او را بگویید که این چی بود؟ تقدیر چیست؟ اگر تقدیر امر ازلی است، پس دوزخ و بهشت برای چیست؟
و اگر اختیار در کار است پس تقدیر چی معنا دارد؟ لطفاً از کتاب معتبر و احادیث های صحیح جواب دهید. راستی بار این مسئله هست که من بر این جواب گفتن نمیتونم و شما را قانع کرده هم نمیتونم. باب تقدیر این باب هست، این سؤال هست که از دوره های پیغمبر خدا این سؤال بود و در این جواب این تمام مفسرا و محدثا عاجز هستند، جواب گفتن نمیتونند. جوابی که شما را قانع کنن این جواب وجود ندارد. اگر شما این دادر عزیز در آیه اولی سوره تغابن نظر کند، از اونجا ممکن بعضی چیزها را برداشته گیرد که خداوند در قرآن میگوید در سوره تغابن هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. بین خداوند میگوید من بعضی از شما را کافر خلق میکنم، بعضی از شما را مؤمن خلق میکنم. در این آیت چی بحث های زیاد وجود دارد در تفسیرها. خوب میشد که همین جوان خودش به همین آیه کریمه در اول سوره تغابن نظر کند و شرح امین خواند، باب تقدیر صحبت میکند. زیرا پیش پیغمبر خدا آمدن و در باب تقدیر بحث و مناظره کردند. رسول اکرم میگوید وقتی با این اصحابی که بحث تقدیر میکردن وقتی گوش انداخت و گفت خداوند شما را برای این فرستاد که در باب تقدیر بحث کنید، از این موضوع باز ایستید گفتن رسول اکرم و میگوید چهره مبارک گویا که آب انار در بالای چهره مبارک پرتافته باشی، این گونه سرخ شد. میگوید یعنی نگذاشت که اصحاب پیغمبر در باب تقدیر بحث و مناظره کند، زیرا عقل انسان به این نمیرسد. سوالی هست یعنی مادامی که انسان خداوند دوزخی کرده باشد یا بهشتی الکه در ازلیات نویسانده باشد، پس عمل برای او چی فایده دارد؟ این گونه سوال ها می شود. نزد پیغمبری خدا آمدن گفتن ای پیغمبر فلانی بیمار است، اگر وی را ما طبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یگان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتن هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همون هم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگوید نه جنبد هیچ جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتواند، هیچ کس یک عملی خیر و شر را کرده نمیتواند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نه جنبد هیچ جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل ز پیش خود گدا شد. حضرت مولوی را نظر کنید میگوید این شاهایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ نه، بلکه تقدیر الهی همین بوده است که این جوان یا این مرد و یا این زن باید که پادشاه شود. کجا سائل ز پیش خود گدا شد. این گداهایی که نزد دروازه ما و شما میآیند آبی چشم میکنند، زاره میکنند برای 20 درم ما و شما، آیا اینها از پیش خود تلبنده شدن؟ نه، بلکه در تقدیر اینها هم تلبندگی را خدا کشیده بوده است. اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ اگر پروردگار امروز اهل شما اهل سعادت هستین، شما اهل نیکبختا هستین، شما را امروز خداوند نیکبخت در ازلیات تا نویسانده است، پس اینها انسان‌هایی که امروز گیروئین میکشند، امروز عرق نوشی میکنند، امروز مال یک برادر را میخورند، امروز زناکار هستند، امروز وجود خدا را انکار میکنند، اینها را کی آفرید؟ اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ حضرت میگوید همه در حکم تقدیرش دوانند و هر سویه که میخواند روانند. همه اینها
در همون تقدیری که خداوند برای اینها کشیدگی است در همون راه رفته ایستادند. حتی میگوید مولوی بخاری سوی کافر هم مبینی مبادای فروزت شمع دینی. حتی کافر میگوید با یک طریق حقارت نگاه نکن، شاید که انا همون کافر باز همین اسلام قوت ببخشد. تو از کجا میدانی؟ چندین کافرها امروز در کتابا ما و شما میخوانیم که از تمام دولت‌های مترقی اسلام میارند در آخر عمرشان. معلوم شد که اینها در ازلیات اینها خداوند یک دوره را به کفر کشیده بود و این دورش باز آخر عمر اینها را باز به اسلام مبدل گردانیده است. این در ازلیاتش بوده است. از این خاطر هر عملی شما، انا همین آمدن شما به مسجد در ازلیات شماست. از اینجا با سلامت خانه رفتن شما در ازلیات شماست. همه عمل شما به تقدیر وابسته است. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر، در ملک شام کسل وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادن و با عسکرها امر کرد که پس می گردیم، باز مدینه می رویم. مردم گفتن ای عمر، می رویم به ملک شام، اگر در تقدیر ما باشد بیماری، بیمار می شویم، اگر در تقدیر ما نباشد بیمار نمی شویم. حضرت عمر چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. می گریزیم از تقدیر خدا به سوی تقدیر خدا. انا همین گریختن من، ندر آمدن من به ملک شام، اینشان تقدیر الهی است. گفت از این خاطر در باب تقدیر بحث های خیلی زیاد است. من علل خصوص از جانب خودم گپ میزنم، من عاجز هستم، من جواب تقدیر به هیچ کدام شما معین کردن نمیتونم. اگرچه حدیث های زیاد خواندم، اگرچه آیه های زیاد در قرآن تفسیرهاش نگاه کردم، لیکن هیچ خلاصه برآوردن نمیتونم. در هر یک سوالی او باز یک سوال دیگه پیدا میشه. از این خاطر از همه شما جوانای عزیز، علل خصوص از این برادری کلخاز آبادی، خواهش من این است که در باب تقدیر بحث مناظره نکن، فقط به سوی پروردگارت راست شو، از خدا بترس، انشاءالله تو نیکبخت میشوی. داملای عزیز، من صنف 10 میخوانم، روزهای جمعه میخواهم و دوست میدارم که در صحبت شما اشتراک کنم، لکن در درس مکتب هستم. اگر معلم را فریب دهم یا یگان بهانه کنم و مرا جواب دهد، من گناهگار میشوم یا نه؟ یعنی این جوانی که از ما خواهش کردن تا که معلم خود فریب دهد یا یک بهانه پیدا کند و آمده فرض الهی را ادا کند، من بر این جوان که چندین بار من این جواب گفتم، باز میگویم و خواهد گفت، این است که وقتی که تو الله که معلم خود فریب میدهی یا یک بهانه میکنی، تو در 2 گناه مبتلا میشوی. در 2 گناه، یکی فریب دادن، دروغ گفتن، این خود گناه است. دوم جهل و جاهلی و بیدانشی تو خودش گناه است. از این خاطر از همه شما دادرای عزیز خواهش میکنم که کدام شما اگر مکتب میاینا میخوانین، اگر در صنف هم که شما باشین، تصور کنین که شما در نماز جمعه هستین. ترا نیت نیک است، لکل امرئ منه ما نوا، گفت از پیغمبر. از برای هر یک شخص میرسد آن را که نیت میکند. نیتی تو نیک است، دلی تو به نماز جمعه میسوزد، خداوند تو را از ثواب این جمعه برخوردار میکند. فقط از درس نگریز، درس ترک نکن، بلکه در درس اعلاچی باش، بلکه در همون مکتب تو نمونه باش. این است برای ما و شما افتخار. حضرت مولوی خدا رحمت کنند میگوید همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغی راستان دائم فروغ است. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چه باشد خجلت روز قیامت. همه شرمندگی ها از دروغ است. شرمنده می شود انسان چی در دنیا و چی در آخرت وقتی که اگر زبان دروغگو داشته باشد.
حضرت مولوی میگوید در دنیا اینقدر خجالت دارد که وقتی که بالای دروغ تو را میقپند. این اگر مبادای همین طلبه آمد و در همینجا اشتراک کرد و اگر مبادای معلمش باید دانست و دید چند قدر خجالت میشوی. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. و برای این دروغ در روز قیامت چند قدر دیگر خجالت میشوی. پیغمبر خدا را حدیث های مبارکش آیت المنافقی ثلاث گفتند. پیغمبر گفتند منافق سه طریقه انسان ها منافق هستند. اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب. یکم اگر کسی را که امانت گذاری خیانت میکند، یک امانت هم میاری در پیشش میمانی، در همین امانت خیانت میکند. یا یک سخن در پیشش امانت میگذاری، در همین سخن فاشش میکند، در همه مردم اظهارش میکند، آشکارش میکند. یکم نشانه منافقی گفتن انا همین است. دوم اذا حدث کذب، هر وقتایی که اگر سخن میگوید دروغ میگوید. و اذا عاهد غدر، هر وقتایی که عهد و پیمان میبندد در عهد و پیمانش وفا نمیکند. چهارمشم روایت آمدگی است که هر وقتایی که اگر جنجال کند در جنجالش دشنام میدهد. این چهار طایفه را پیغمبر خدا گفتند منافق هستند. یعنی شخصی دروغگو هم در یکی از این علامتهای منافق داخل می شود. از این خاطر دادر عزیز و همه دادرهایی که مکتب خوان هستین کوشش کنین، کوشش زیاده به خرج دهین، مکتبهای بهتر رفته مکتبها دا تحصیل کنین، خوانین، متخصصای خوب شین. آمده امروز آبروی تاجیکستان ما را بلند کنین. شما همت افتخار یعنی تاجیکستان میشین. بغیر تاجیک برای تاجیکستان هیچ ملت دیگر دلش نمی سوزد، فقط برای تاجیکستان تاجیک دلش می سوزد. دیگر این مردمی که میآید برای ما و شما کار میکنن اینها هیچ رحم و انصاف بر این ملک ما ندارن. کدامش آمد یا دختر تا تجاوز میکند یا مال تا خیانت میکند و دیگر میکند میرود. لیکن تاجیکستانی فرزند تاجیک دلش به تاجیکستان میسوزد، به وطنش میسوزد. کاری کنیم که همه ما و شما یک جای شده تاجیکستان خودمان آباد کنیم. طبیب از ما و شما باشد، باید طبیب پیش قدم از ما و شما باشد. چرا که آخی ابو علی بن سینا از ماست کو آخی. چی خوش گفت دانای شیرین مقال که بدانیش انسان نیابد کمال. خدا رحمت کند شاعر میگه کسی که دانش ندارد وای کمالات ندارد، کسی دانش و فهمیش ندارد وای آینده ندارد، وای برکات ندارد. آدم جاهل همه فریب میدهد، آدم جاهل در هر کار استفاده میبرند. کاری کنید که شما از جمله دانایان شوید. داملای شیرین سخن، من یک سوال دارم، از شما خواهش دارم که با سوال من جواب دهید. شخصی که به روسیه می رود و نماز جمعه را خوانده نمی تاند، آیا این گناه است؟ در همین جمعه جواب گویید. یعنی اگر شرایط ها باشد، وقتی آدمی که از اینجا می رود به روسیه و نیتی او که از 15 روز زیاد است وای علاقه مسافر حساب نمی خورد، اگرچه جمعه برای آدم مسافر یعنی نرفتنش در گناهگار نمی شود، لیکن آدم علاقه مقیم همان دولت که حساب می خورد. از این خاطر اگر شرایط ها باشد رفته جمعه را خوانید. اگر شرایطتان نباشد، حالتتان وزنی باشد، مشکلات باشد، چه برای طهارت کردنتان چه برای نماز جمعه رفتنتان، ممکن که در راه همون ملیسه هایی که مثال چگونه که بچه ها خبر می دهند که اونها را غم دقت می دهند، پول و مال اونها را میگیرند، اگر این گونه حالت ها باشد شما در همون مکان اختام پیشین خوانین، انشاءالله خدا نماز شما را قبول میکند.
وابسته به همون شرایط خود شماست. حالتتان باشد، شرایط باشد روید، شرایط نباشد ترکش کنین، همون جای خودتان در پیشین خوانین، انشاءالله خداوند نماز شما را قبول میکنه. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. آیا در طبق خوردن ثواب است یا در چینی؟ التماس جواب گویید، ضرور است. ما این جواب گفتگی بودیم و با همین نزدیکی هم در همین مسئله بین عصر شام ما یک صحبتی داشتیم که پیغمبر خدا میگوید ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه و صفحه انکم لا تدرون فی ای طعامکم برکه. پیغمبر خدا گفتند که امتان من هر طبقی که اگر هر یک طعامی که در او دست زیاد باشد در همون طعام برکت است. مقصد از این طبق است، یعنی در طبق خوردن پیغمبر خدا امر کردند و گفتند برکت است. و رسول اکرم میگوید لا یمسح یده بالمندیل. مندیل گفتم دسترخوان یا دستمال میگویند. در دستمال یا در دسترخوان دستشان نمی شکیدن یا نمی مالیدن بعد طعام خوردن تا اگر انگشت هاش با دهانش تازه نمی کردن.